آموزش حرفها با خسرو شیرین و بابای دانا. سلام نوری دیدگانی بابا. امروز ما با یک حرفی خیلی زیبا شناس میشویم. یعنی این حرفی ب است. این حرفی ب است. مثل کلمه بهار. نگاه کنید نوری دیدگانم. این حرفی ب است. آن مثل یک کوزچه زیبایی است که در تگش یک دانه خال دارد. بابا جان نگاه کنید، در آنجا برچه های سفید بازی دارند. بره هم با حرفی ب بره هم با حرفی ب سر می شود. بله خسرو جان. آفرین، زیرک هستی. قنی بگوید کدام میوه شیرین در این باغ با حرف ب سر می شود و گلهای زیبا دارد؟ یافتم. این درختی بادام است بابا جان. آفرین فرزندانم. امروز ما کلمه های زیادی را با حرفی ب یافتیم. خیر تا درسی آینده.